سلام خدمت فارس زبانان عزیز. این اطلاعات رو برای اینکه از من درخواست شده به زبان فارسی این اطلاعات رو بگم، گرچه زبان مادری من کردیه و به همین خاطر در تلفظ زبان فارسی 100% مشکلات خاصی رو دارم. در مورد تعطیلی کارخونه اتومبیل سازی بنز شهر اوسیکاوپونکی، آخرین اطلاعاتی که تا الان داده شده بیرون اعلام شده اینه که هر کارگر به مدت 1 تا 3 هفته تعطیل میشه، از کارش بیکار میشه و این احتمال داره که یک کارگر به مدت 1 هفته شاملش بشه، احتمال این هست که 3 هفته شاملش بشه. اما کل تعطیلات به مدت 9 هفته است، اما این 9 هفته شامل هر کارگری نمیشه، بلکه تقسیم کردن به 3 گروه و هر گروه به مدت 3 هفته تعطیل میشن. یعنی بنابراین هر کارگر احتمالش هست حد اکثر 3 هفته از کار بیکار بشه. در این مدت این 3 هفته، یه هفته اولش که به عهده خودش باید زندگیشو، امرار معاش خودشو به عهده خودشه که از پسنداز و پولی که داره تامین بشه. 2 هفته بعدش رو اتحادیه کارگران اگه عضوش باشین بهتون میده، اما از این 2 هفته هم 80% رو بهتون میدن. با این حساب 80% پول 2 هفته، حقوق 2 هفته کارگریتون رو بهتون میدن اگه عضو اتحادیه باشین. در غیر این صورت اگه عضو نباشین، احتمالاً به مدت 1 تا 3 هفته شما بدون حقوق بمونین. بعد از این 3 هفته کارتون عادی شروع میشه، کار نرمالتون و کارخونه هم به کارش ادامه پیدا میکنه. تا چند سال دیگه فعلا قرارداد بسته و لازم نیست نگران باشین. فقط هدف این بود یه سری صرفه‌جویی اقتصادی بکنم، بنا به دلایلی که وضعیت اقتصادی اروپا و اصلا کل دنیا یکم تغییر کرده، خواستن یکم پسنداز یا صرفه‌جویی اقتصادی بکنن. بنابراین 1 تا 3 هفته هر کارگر احتمال بیکار شدن هستش و بعد از اون کارشون نرمال میشه. به امید موفقیت.